جهان قصه آشنا کنده کنی من طبیعت زب نبود کنده شما صدای زنم وجه داستان نهم. چون که امیر حمزه یل آدیان پور شدادیانا چه حلقه در گوش کتو ای خبر در عالم پراکنده بید. چنانچه به نوشیروان اطلاع داد که در مکه معظمه بچه عربی چسبیده که مقبل حلبی زنده گفتگی و منظر شایی هم زنده غلام و ترین تا هشام اکلمهی به ضرب زم دو نیم کده و تمام اسباب آئی تحت تصرف وتی درانده. عمر معدی کور بانگ و 44 براتا در یک روچی بسته و متوی کتگان. پادشاه 7 کشور نوشیروان بن کباز شهریار گوشت چون کسی باید در پایتخت ما ببی. خواجه بزرگ مهر حکیم سر به زمین ایرکو گوشت پادشاه امیر حمزه در اطاعت و بندگی شاه هستیم. وقت پاده گوشتی قبل عالم خواجه بزرگ مهر حکیم خلاف کشید. اگر امیر حمزه موتی درگاه بیتین تا ای زمان به شاه پیوسته گرد. بزرگ مهر گوشی ای بدبخت دگل ساز و ای لعنتی حیله ساز با امیر به امر پادشاه چطور بیایتین؟ شاه گوشت ای خواجه چی باید بکنه؟ بزرگ مهر گوشت اگر اجازت بده نامه بنویسم. با مجرد رسگ نامه به شرف خاکبوسی کهتی. بکتک در جواب گوشت شاه حمزه خاطر جنب نوشته خواجه نیتی. خواجه بزرگ مهر گوشت پس چه باید بکنه؟ بکتک گوشت یک دلاور قوی گل لشکری مزنه معین بکنه حمزه دعوت بکنه. اگر عد پاول مراد و اگر نه یعنی رسم در گلوی دور بده یعنی ساده ما گوٹی بگره کشکانی کنه بیارده. شاه گوشت کیا باید دیم بدیم؟ بکتا ناپاکا گوشت گستم عشق زرین به سرکوبی شاه خاکان رفته و آی برادر زاده هرمز خزانه باید دیم بده تا این کار با انجام برسینی. شاه اجازه داد. بکتک هرمز طلبت نوشیروان هرمزی رخصت داد و خلطی داد. فرمانی به جانب امیر حمزه نوشت. اول به نام لات و منات خداوند و صدوق آیین فریدون و کیش کباد بن حمزه کیش کباد بعد حمزه عرب بزن آگاه به که هنچو به گوش عالی حضرت رسته که در مکه معظمه سری چیز کده بعضی چه سرکشام به دست یارته بعضی هم کشتگی. جای تعجب اینه که به بارگاه میگا روی نیارته. هنو هرمز خزانو دیم داده باید به رسگ فرمانا رو به درگاه بیاره تا گونتو لطف و مرحمت پراوان بکنه و اگر سرکشی کنه هرمز خزانه گوشون که ترا دست بسته به درگاه ما حاضر بسازی. چو فرمان نویسگی به هرمز خزانه سپرد کد و هرمز مدن کوچ کد و راه مکه پیش گرد. بعد چند تای منازلی کو وجه منزل به منزل به حوالی مکه رسه. عبدالمطلب وجه مطلع کد که شاه 7 کشور لشکری با اطاعت امیر حمزه واسه روانه کده. نزد حمزه کیفیتی آیگ لشکر به فرزند شایستین وتی گوشت. حمزه گوشت و نعمت شما خاطر جمع بداری بلی که بیت من زانو آ لشکر. پس عبدالمطلب لوگا
پنهان چه حمزه علوپا و شراب گذا با هرمز خزان واسه دیم دا و اوز لوٹه که امیر حمزه بنده بارگاه شاه هستیم. هرمز خزان چه ای کلمات خوشدل بید. روز دیگه عمر امیه خبر رسید چه بارگاه دنا را بسر را وشتا تا لشکر هرمز خزان نمودار بید. چه کسی جز کو که ای قافله چه کجا چه اتکا و این مسخره دیوانه بیته. لشکر پادشاه 7 کشور قافله همشی دستا داته. عمر امیه جز کو سرکرده لشکر که گرچه شاهزاده هرمز خزان برازاده گستم اشک زرینه که سر لشکر نوشیروان به نکباد هسته. عمر امیه گوشت پادشاه کسی دیگه نبیته که خری گرته سر لشکری کتا. لشکریان که ایشکو گوشته بگیری این مسکره بیادبا که عمر امیه شیشه نبت کشه به سر آنها جدی 3 سوار خاکستری کد. یه دیگران تدکن شور در سپاه کبت. هرمز خزان جسکو که چه شوری هستین مسکره اتکا مردمشی آز جتا. هرمز خزان انان اسب کشد. عمر امیه پیشتر ات نزد هرمز خزان رفت. هرمز چون که قد و قامت عمر امیه دیدی کندیتی گوشتی این مسخره هستین یا دیوه که آس جنته. عمر امیه در حال کندگه یک سنگی من دپا هرمزگه جتی 2 دندان آیی به زمین نکب. بعد چایا رنده چایا وشی یا ملک جتی روانه مکه معظمه بید. نزد امیر حمزه پهلوان جز کو عمرو تو کجا بیتگه چه خبری ترا گونه؟ عمر امیه گوشت هیچ خبری نیستی. پس عبدالمطلب و اهل مکه با استقبال هرمز خزان رفته. هرمز تمام کیفیت عمر امیه با عبدالمطلب گوشت. عبدالمطلب منکر بیته که آیی آدمی نبیته. ای چند دیو در این صحرا هستن که خلائق رنجینا. هرمز یقین کو پس با سپاه در مکه درد و در بارگاه امیر حمزه رفت. چون قد و قامت امیر حمزه دیدی سری به زمین ارکو پهلوان پاد هرمز خزان در کرا گرفت. بعد خلطی شاهانه مشرف کد. معذرتی باز لوٹه که هرمز خزان هر دفعه به جانب امیه نگاه کد چارتی چه شرما چیزی نگشتی. فدا امیر حمزه جز که ای شاهزاده شما به چه امری قدم رنجا کده داد که هرمز خزان فرمان شاه به دست امیر حمزه داد. پهلوان وانتی و چوکتی بسریر کو گوشتی ای هرمز اگر شاه منا بلوٹی نامه خواجه بزرگ مهر به منی دیم دادگم. من سر را ما اٹکتا اتکتون لیکن چون لشکر به سوی من روانی کتا من هجبر نیام مگه نوشته خواجه بزرگمهر به من برسی. شما بروی نوشته خواجه بزرگمهر را به من روانه بکنید تا من بیام. چند روز امیر حمزه هرمزی و تمام سپاه مهمان داشت و هرمز و مجلس نوشیروان فراموش کد. موتی امیر حمزه بید. احسان تمام خلقی که نوازی آزادگان را غلام سازد. احسان همه خلق را نوازد آزادگان را غلام سازد. رنچای چند روز هرمز خان برای رواق به مدین واسه چه امیر حمزه رخصت طلبید. پهلوان رخصت داد. عمر امیه پیشات که گوشتی ای پهلوان من شاهزاده رنجینته گم اگر فرمان بیوی هدیه پیش آیی برم و آیه چه باید خوشنود کنم.
امیر حمزه گوشت پس تعجیل بکن، یعنی تیز برو، تیز برو. و عمر امیه چه بارگاه دنات یک توکی پر چه جو نمد و بالای آه سرپوش زیبایین ایرکو پیش هرمز خزانی آورد. ایرکو امیر حمزه خیال کرد که این شیرنی آورده. پس عمر امیه در پاد هرمز خزان کپ و هرمز عمر امیه بود کرا گرد. چون سرپوش چه روی طبق چسکنک بود تمام اهل بارگاه اوشی با کنده درد کن. هرمز خزان شرمنده بود. امیر حمزه گوشت این چیه که تو آورده؟ عمر امیه گوشت با خره واسطه جو بهترین نعمتی نیست. پس هرمز امیر حمزه ودا کو چه بارگاه دنا رفت. عمر امیه زید وجه دنا ات. عمر مهدی قرب همراه زو سر را به هرمز خزان گفت و آیر راه بست. هرمز خزان و لشکر با جگه رسید. عمر امیه و عمر مهدی که دیدنتی چه جانی چوتی بدن اوشی بارد گوشتی ای خیلی سر دیگه چه لوٹه؟ عمر امیه گوه هنی جانا تایگا من لوٹوں. هرمز گوه ای باز هم پدا هم هرچه فرمانده ما آکنم دست چما چس بکن. عمر امیه گوه هرچه هیچ من نلوٹم مگر جانا تایگا. پرچیا که توبه گوشگ امیر توبه گرگ امیر جهانگیر آیگ بیت که هنچو که ترا تنبیه بکنم که بار دیگه نام مکه معظم است میاره ونه دیگه حواس یه طرفا بکنه سوگند بکنه. هرمز گوشی به عز لات بزرگ آتش کده نمرو من دیگه هجبر در ادا قدم یر نکنم بلکه دیگران هم من کنم که حدود میاه. عمر امیه گوشتی باید تو و تمام لشکران پیاده بی و اسبان و اموالان و تیگا به تمامی به من بدهید تا شما را من رها بکنم و الا من تنها لشکر ترا به هم جنو. خاصه وجه عمر مهدی کد نیزه همراه ما هستیم. هرمز گزیر دستان و تیگا مشورت کنده اگر جانا و تیگا چشیا به سلامت ببریم بهتر هستیم. تمام گوشه مسئولیت همه هستیم که شما گوشه این آدمی نه دیوی هستی یا گولی بیابانی. و بعد چای هرمز اول وقت پیاده بعد تمام لشکر پیاده به اسبا و اموالان تمام حواله عمر امیه کننده. عمر امیه یک اسبی به هرمز خزانه دانته یک خری به ارکان دولت دانته اسبان و اموال آنیه جمع کنته پیش امیر حمزه کاریده. پهلوان جوز کن ای چیه کد وشی مسئلت همه هسته که منو کتا پرچیه که پادشاه آیا به بندگ جهانگیری دیم داده بیده. من تنها لشکر آیی برهنه و روسیان کتا که حیبت میں در بارگاه نوشیروان باز بیده و بزانه که امیر حمزه غلامی هستینی که چه ارکان دولتا یه طور رسوا کنده. امیر حمزه ساکت بید. چون هرمز خزان به مدائن رسید خبر به شاه هفت کشور رسید که لشکر پادشاه بی حال و بی نوا پیاده مایگین. شاه چهی خبره چون مار پیما پیچ ورگا لگه و وقت پیچت گوشتی ای بختک بختیار نامرد این روسیایی چطور بید که منا
من کد روسیای ترند اگر آچه خواجه بزرگ مهر گوشته بیتگا من کتین ای روسیایی با ما نبیتگا. خواجه بزرگ مهر چون دید شاه متغیر بیته چه کرسی و وزارت پا داد سری بر زمین ارکو گوشتی ای خسرو آده آرگ امیر حمزه کار منینگی آیا گون لشکر با بارگاه 7 کشور کارون و اگر نکتان اولاد خواجه بخت جمال نیون. گوشتی خواجه بزرگمهر چی گوشه کسی که گوچین لشکری نیاد که سردار لشکری منی چو مفت و زایا و روسیایی کتا چو گوشک تو چطور کہتے ہیں؟ خواجه گوشت ای روسیایی چه حمزه هجبر نبیده و هم نبیده یک کار عمر امیه کتا. هرمز خزانه گوشت هنچو هستن که خواجه بزرگمهر فرمایی. شاه گوشت عمر امیه دیگه چون کسی هستن. هرمز گوشت اگر 1000 حمزه بیتن باقی نیست کاش که یہ عمر امیه مسخره ما بیتن. نوشیروان گوشت ای خواجه حال حمزه چطور کہتے ہیں؟ خواجه گوشت اگر حکم فرمان پادشاه بی آیا پیاده به لشکر بطلبون. شاه گوشت با لشکر آیا طلب کن. پس لشکر به چه کار کہتے ہیں؟ پس خواجه بزرگمهر حکیم زمین خدمت چوکه چه بارگاه در ناد و در منزل و دیگر رفت. منزل رفت وجه داستان دهم چون چین چون مانده که سن 17 دکته برنی چه نیم ساعت هم 23 دکته 24 چون تیایی نه چه نیم ساعت کنی. خیر داستان دهم واجه چون خواجه بزرگمهر چه وتی لوگاعت وتی چوکی طلبت سیاوش ای چوک نام است. گوشتی ای فرزند باید نزد امیر حمزه روی و آیا و درگاه پادشاه حاضر بکنه. سیاوش عرض کو فرمان بردارم لیکن به امیر حمزه واسطه چیزی اگر توفه ببرم شتره. خواجه بزرگمهر گوشت شر گوشته دست خالی روک شر نه. پس خواجه بزرگمهر در فکر بید که با امیر حمزه واسه چی دیم بدم. بعد چه بازم فکر رو بازم تلاش و ایدیم آدم قوتی گوشت امیر حمزه علم نیستن بهتر ای هستن که یک علمی اجزیا پیکری بایی واسه دیم بدم. پس خواجه علمی تعیین کد که در علم 14 دهنه بیته و در هر دهنه 1000 آدنگ چینی دور تا دور آیی نصب کده و بر آیی 1000 جرس اوشی یعنی پول چیز یعنی آویزان بیته که ساز دیتا و 60 گز دراجی آیی بیته وجه اما علمه بیته چون علم وقت تکان باچه 100% آواز آیی بروته. خواجه بزرگمهر هنچین علمی با امیر حمزه واسطه تهیه کد که فرزند عزیز وتی سیاوش سپردی کو. نامه هم به حمزه لکتی به این مضمونه نامه که ای فرزند عزیزم نور دیدم بلکه عزیزتر از جانم و سلاله پاک پیغمبر آخر زمان نواخته درگاه جبار و شایسته بارگاه غفار حمزه بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدالمناف تحیت فراوان بزرگمهر حکیم بر تو باد. بعد بزام و مجرد رسول سیاوش چوک کن منی فرزند با کلیه لشکر و تیگا چه مکه کوچ کنه برای مدن پیش گره. علمی که دیمون داتا آیا قبول بکنه و در جلو لشکر و تیگا
بکشندی و ملازمت پادشاه 7 کشور واسطه برسه، پرچه که خدمت کنک به پادشاه مرتبه آیی فرزند و آلاتر روز پر روز تو آلاتر و مستر به، یعنی نام تی دنیا تو کا معروف بی. و در این مطلب اسرار پوشیده بازی هستند، راز پوشیده باز هستند، بعد چه مدتی به ظهور خواهند و بزانو آگاه به در حرکت تعجیل بکنه. بعد چه رسگا به مدین تخت شاه 7 کشور هم که چه هشام بن اکلمه خیبری تو گرفته به سری بله به حضوری بیاره. و السلام. سیاوش به وقت شرین ساعت مرغوبه ہوتی پتی ودا کد، راه مکه پیش گرفت، به شتاب رفت تا به حوالی مکه رسید. امیر حمزه خبر کد که چوک خواجه بزرگمهر حکیم مایگین. امیر حمزه بای استقبال واسه دنچ شهرات و آیی در شهرها بردی. بعد خواجه نامه علم به امیر حمزه سپرد کدن. پهلوان نامه چوکت به سر چمانیر کو. در روز عمر مهدی گشت تا خستگی راه کنتن گوشتی علمی که خواجه دیم داته، خواجه بزرگمهر برای منی واسه دیم داته که علم دارم. عمر مهدی قربا گوشت امیر حمزه که مرحمت داشته بی من علمدار هم بیام. پس حمزه علم با عمر مهدی قرب سپرد گفت. چند روز پهلوان گفت سیاوش خوش گوازند. بعد به طالع ساعت نیکن وقتا وشن در مکه چه دنات کن منازل و مراحل طی کد تا آکه سپاه به دو راه رستن، چه یک راه 12 روز راه هستن و چه دیگر راه 4 روز به مدین رسه. لیکن در بین راهی که 4 روز به مدین مردم رسی شهری بیته به نام که نام آیه چه میانا شهر ببری بیته که چه آیی واسه ببر واسه شهر تمام عبور و مرور شهر کت بیته، شهر تمام خراب بیته و ویران بیته، کسی هم نتونته اودا عبور بکن. چون که مقدم لشکر عرب یعنی عمر مهدی قرب به سر درای رسید، انان اسب کشیتی گوشتی نزانو امیر حمزه کجا راه اختیار کنده. پس ارجل و گم پوجا وتی رسی هندی براتی اشتاته دیتی جس که برادر پرچی اشتاته گه یال آدیان میشی وقایه که با تو گشون که ارجل هم اشتاد توقبی کد. بعد آدیگه برات همی پیما وجه رسید پیک محمد مصطفی عمر امیه رسید که عمر مهدی جز که ایل شکم بزرگ پرچی اشتاد گه. عمر مهدی اگو ای دوست چه برای دو راه اشتاد گو تا امیر حمزه کجا یکا اختیار کنده. عمر امیه گوشت شر کتا که ناگه آواز علم اجزیا پیکر در کردن در سایه آفتاب حال عرب پهلوان جهان پیدا بیته. لشکر وتی اوشتانتین دیدتی که احوالی جز کو کذا با پهلوان جهان گوشت که امیر گوشت همه را نزدیک باید رفت. پس لشکر حرکت داد رفتن تا با شهری که ماهی تو که یه ببری سکونتی هسته دیده رستن. تمام شهر ویران کبتگه. امیر گوشت تا سپاه همده پرود بیاده و تو گو عمر امیه
روانه همه شهر بینظیرین دیتی، لیکن چه حیبت ببرگا حیوانگا خراب کبتگا. امیر حمزه گوشت ای عمر امیه، تو چه یک طرفی برو و من چه یک جانب دیگه. اگر تو ببر دیده منو اطلاع بده، و اگر من ملاقات کو که من کارایی همودا تمام کنم که انشالله تعالی. پس هر دوین در جستجو ببرگا وجه شواز کنگا لگتا که امیر و عمر امیه گوشت که ای دوست چه باید کرد که ببر ظاهر بی. عمر امیه گوشت هر جا وقت هستی چه نره تیگا آگاه بیتیم و دانا کہتیں گوری یہ چیزیں تو کہیں اتما. نی همشین وجه عمر امیه بالا درختی رفت. امیر حمزه چه خونه که پیاده بید و دست راست به گوش و دست چپ با آدگه گوشا و سر وتی دوین میانا دوین زانوانی ایرکوی نعره حیدری بلندی کد. چه نعره پهلوان وشی درده که ببر در گاری توگه وقتگه چه ترسا آگاه بید پا داد به سمت نعره روگا لگه. امیر دی که ببر ماهیگن چون نزدیک رسه خونک اساکا طاقت نیست، طاقت گندک ببره نیستی چه اودا تد در لشکر آد. سپاه تمام جوش ورگا لگتم شید وچه مبادا که امیر حمزه چه ببرا آسیب بگندی. سیاوش گوشت امیر زنده هستن، اسب طاقتی گرش ببری نویده که تدکر شما خاطر جنب بی هل کسا چون ببر نزدیک رسه یا برجه سینی سٹی چلانگی جتی نه شیرجه بکلمایی آبتو و شیرجه نه هوایی نه چلانگی جتی سٹی کتی یعنی پرشه پکڑی ایرانیا پرشه کتی حمله کو با امیر برجسته حمیل با امیر آرتی که لورتی که هر دوی پنجه هم وطیگان با امیر حمزه بجان. حمزه هم همه پیموشی هم و تارا وشی ترنت و دوی که استکوان وشی آیه پرشتن یعنی دوی پنجه گی وشی آیه گفتن دوی پنجه گی چو تاب دادن ترنت دادن هر دوی دستی پرشتن وشی خاک تو که گلته پوش کب همین ببر جان داد. لیکن کم که زخم چپ پنجه هم ببره با کوپگاه امیر حمزه رسد. امیر عمر امیه گوشت پوستا ای ببرگا بکش و به فرمان امیر حمزه پیک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پوست ببره کشته و آیی توکا خاشاک وجه خاشاک پر کو دود که. پس هر دو اینا پوست زرد در لشکر توکا آورده. گردان عرب به استقبال درد کن که در پای امیر کپتن که امیر حمزه تمام کرا گفتن به سیاوش گوشت ای برادر اگر صلاح بیبی ای پوست نزد شاه نوشیروان دیم بده. سیاوش گوشت روا هستیم. پس امیر مقبل حلبی گوشتی که با سیاوش وقت ای پوستا بزیرو نزد پادشاه بره. مقبل پادت کو روان بید. چون نزدیک مدین رسید شور و گوگا در شهر کبد که ببر بیابان امیر حمزه کشته. این خبر و پادشاه رسید و متعجب بید، حیران بید. بعد شاه گفت ای خواجه بزرگ چندین مرتبه لشکر ما به این جانور تا چند که هیچ کس نتون تا یه بکشی. حمزه چطور ای کشت؟ خواجه بزرگمهر گفت ای شاه عادل امیر حمزه در جهان مرد و شجاعی هستی. در این گفتگویتان که مقبل حلبی گم پوست ببرا رسید وجه. شاه خبر کد. شاه گوشت آیه داخل بارگاه کنه. مقبل در بارگاه از
احترامی کو زمین سری که زیبی نرکو احترام کو شاه عادلا به گندگا پوست بابره دعا به جان امیر کو چندان تعریف و توصیف امیر حمزه کد که جمله شاهان شاهزادگان که در پیش تخت پادشاه با کرسی نشته بیدگتن حسد دکو امیر جانا چون که چه وصف امیر حمزه پارک بید دیمی به جانب مکول حلبی کد ورچی تو پهلوانیه چه وشه مقبله و من که یک کینه غلام حمزه هم چون خواجه بزرگ مرا گوشت اگر قبل عالم ای مرد مکول حلبی هستین که در راه یمن راهزنی بیده اول امیرا مطیع ود کده که مکول مرد تیراندازی شرری هستین مثل آیی در جهان به تیراندازی نه پیش تخت انوشیروان شاهزاده نشته بیده نام آیه ارچنگ است گوشتی ای خواجه بزرگمر چیه باشه حمزه که صاحب کرانسی تیر دوردگنی نزانته چطور ای غلام مقابل مردان تیر دوردانته پرچیا پیش چه حد صفتا غلام تو کنه خواجه بزرگمر گوشت ای بی خبر ای غلام اینه شاهزاده حل باسته اگر آیا تو وتی غلام گوشه نمک حلالی کنتن گوشی که غلام شخص غلام نبی تو پرچی پزولی مکننگه چون که مقبل ای کلمات چرچنگ اشکتن گوشتی ای پزول در بارگاه شاه عادل پزولی نباد بکنه اگرچه غلام امیر حمزه لیکن چه دگران در رتبه کمتر نه اگر دعوای تیراندازی هستیم بادا تا هر یکی تیر به حضور شاه دور بده شاه عادل منصف منو تو بیتن شاه گوشت مقبل راست گوشی ارچنگ گوشت 3 سپر پولادی بیارم که تیر با آنها سپرا منجنو انچو کتس 3 سپر آهنیت تیری دور در 2 سپر پولادی گوست در سیمیا مند بعد مکول حلبیه دستور داد تا 7 سپر پولادی بیارم بالای آنها انگشتری هم نصب کن پس مقبل دست به کمان برد تیری با عقاب پر که به چله کمان جتی و ستون کرد چپ از خم آورد راست خروش از دل چرخ چی بخواست وجه شعری 60 اوشی چه تیرا وقتی چست کد چه خلقه انگشتریا هنچو تیر جد چه 7 سپر پولادن دنات تیر من دیوارا رفت نشت نوشیروانا بگاهت خوشدل بید جامعه که وطی پوشته بیتگه به مکل حلبیا پوشانیدی و با یا آفرین بازی کد تمام اهل بارگاه چه تیراندازی مکمل حیران بیدن بعد شاه عادل مکل حلبی گوشت که به تعجیل برو امیر حمزه به درگاه بیار مکل حلبی چه مدین دنات در لشکر امیر رسید تمام کیفیتی و پالوان گوشت امیر هم چه مقبله خلطی داد و نواز شکو روچ دیگه امیر کوچ کد که قریب مدین رسید خبر به نوشیروان داد واجن شما همده گوشت داری کلیپ سک مزنی اوهو 44 34 ما رو چمنه واجن ببخشی من نزانم چون من که 34 44 نزانم سلامت باته واجن شما چه گوشت داری استوب کنی همده چه ای وجه داستان دهمی مزنی سلامت باته الله میره الله حافظ 35 هم بازه وجه 34 هم کمونه 34 و 25 ثانیه وجه ما 35 34 نمی سلامت باته اوه داستان 11 انگه دیره انگه 2 ورق دیگه دیمه ای چوها امیر ارسلان کتاب وارده یوشک شاعر ماند ایشی کستره ایشی هم چی وقتی مانا کستره هم بله حروفا نزدیک به نزدیک لکدن یوشک شاعر پر را عکس توشک شعریه سلامت باته وجه الله